سلام محسنین گرامی، وقت همه شما بخیر. به چنل ابوان کورنر خوش آمدید. خوشبختانه این بار دیگر در رابطه به کورس های آنلاین پلتفرم کارسا و شما راهنمایی میکنم که چه قسم میتونید شما در این کورس ها رایگان اشتراک کنین و یک سرتیفیکیت رایگان بین المللی هم به دست بیارین. په دې ویډیو کې تاسو سره خوشبختانه د یو ځل بیا د کارسا اپلیکیشن په اړه باندې غږیږو چې څنګه کولای شئ تاسو په دغه اپلیکیشن کې چې کوم آنلاین وړیا کورسونه دي په دې کې برخه واخلئ او همدا رقم ته سرتیفیکیت هم ترلاسه کړئ. محسنین عزیز، در این ویدیو در رابطه با کورس‌های آنلاین اپلیکیشن کارسا با شما همکاری میکنم که چه قسم میتونین شما در این کورس‌ها اشتراک کنین و یک سرتیفیکیت رایگان بین المللی هم به دست بیارین. در این قسمت این که از دوستا مشخص وبسایت نداره، یعنی شما میتونید که بسیار با آسانی از طریق این اپلیکیشن که در موبایل اسمارت فون شما اینستال می شود، بعد از شما میتونید که یک اکانت با خود جور کنین. وقتی که لاگین شدین به شما همه رشته ها، همه بخش ها به شما نشان میدهد در صفحه عمومی. اول شما باید یک اکانت جور کنین به خود که سیمپلی بسیار ساده با از طریق ایمیل آدرس خود لاگین میشین، نام خود اضافه میکنین و همین قسم وقتی که لاگین شدین باز به شما همه رشته ها نشان میدهد. اینجا دوستا این بخش وبسایت است که در وبسایت به شما باز کردیم. بعضی مشخص فیلدها یا رشته های عمومی که در این اپلیکیشن شامل است اینجا به شما نشان میدهد. اینفورمیشن تکنولوژی بخش کورس‌های مربوط به کامپیوتر ساینس است که تا 300 کورس‌ها یا تاپیک موضوعات دارد و میخوام بخش لنگویج و ادبیات است که میشه اینم شما میبینین. البته زبان‌های مختلف است که در این تدریس شده. بیزنس ادمنستریشن است که دوستو بخش اقتصاد است. پروفشنال کورسز بخش طبی در این موجود است دوستا که کورس‌های طبی هم در این وجود دارد و بخش گرافیک دیزاین و غیره که همش یک قسمت بخشای عمومی به شما اضافه کرده. باز در هر رشته مشخص که شما میخواین یک بخش انتخاب میکنین، در داخل او باز ساب تاپیک یا موضوعات بیشتر شامل هستند. دوستانو در عمومی صفحه ده دی وبسایت نو راځو چې وسنګ کولای شئ تاسو په دې کې ثبت نام وکړئ. هم دا رقم ته ثبت نام پروسه خو ډیره اسانه ده. تاسو مستقیما اپلیکیشن د پلی ستور له طریقه ډاونلوډ کوئ. چې کله لاګین شئ تاسو به خپل مشخص مربوطه کوم فیلډ رشته کې شواړئ هغه کې به درس شروع کوئ. از یک قسمت دوستا وقتی که ما گوگل پلی را کلیک کنم این مشخص وبسایت نداره، مستقیما شما را به پلی ستور میبرد. اینجا به شما نشان میدهد. این ما پیش اینستال کردیم، این را اوپن میکنم. وقتی که این اپلیکیشن اوپن کردین باز کردین به شما اینجا با همه قسم همه بخش‌ها در قسمت به شما نشان میدهد. اینجا هم صفحه عمومی می باشد که شما وقتی که با اوپن کلیک کنین اپلیکیشن باز میشه. اول ایمیل آدرس خود اضافه کنین، بعد نام و تخلصتان و یک وریفیکیشن لینک هم به شما ارسال می شود که اکانت شما فعال شود. بسیار ساده به راحتی میتونید که به این اپلیکیشن لاگین شوید. په دې برخه کې دوستانو تاسو مشخص یو برخه رشته انتخابوئ. از این قسمت مثلا ما یک کورس بخش دیتابیس ویت MySQL ای را کامپلیت کردیم. اینجا دیگه به ما نشان میدهد. مثلا میخوایم که در قسمت رشته کامپیوتر ساینس اینفورمیشن تکنولوژی کلیک کنم، یک صفحه دیگه بر ما شما باز میشود. اینجا باز مشخص یک رشته را انتخاب میکنم. مثلا AI یا هوش مصنوعی که است artificial intelligence ای را کلیک میکنم. کلمه جدا کلیک تاسو داس یو بل صفحه خلاصیږي. از این قسمت باز مربوط AI که کدام کورس است اینجا به شما نشان میدهد. ما یک بخش اینجا انتخاب میکنم، کلیک میکنم که شروع شود. در یک قسمت نشان میدهد که ماشین لرنینگز فور بیگنرز ای را کلیک میکنم. ای را که کلیک کردین باز شما با گزینه کانتینیو کلیک میکنین. با کانتینیو باندې کلیک کوم مشخص تاسو به یو کورس انرول کیږئ. وقتی که با یک بخش انتخاب میکنین اونجا باید مشخص شما باید انرول شوید. این یک ارس اعلانات است دوستا که میاد ای را اسکیپ میکنم. با گزینه کانتینیو که کلیک کردین معمولا یک ادورتایز اعلان میاد که او را تکمیل می شود، چند ثانیه می باشد. بعد از این به گزینه استارت کلیک میکنین. از او استارت بتن باندې کلیک کو از این قسمت درست شما شروع می شود. معمولا همه درست که است بسیار Hello and welcome to machine. بسیار فوق‌العاده در ویدیو به شما تشریح شده. مشخص هر بخش که تکمیل میشه هر ویدیو به نکست سیکشن یا سیکشن مرحله بعدی می رود. و همین قسم کورس دوریشن که است مثلا 1 ساعت تا 2 ساعت تا چند روز می باشه او را تکمیل میکنین. باز آخر یک امتحان گرفته می شود که اون امتحان را باید به شکل درست شما پاس کنین. با سرتیفیکیت به شما اویلیبل می باشد. مثلا تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې ګورئ. کله چې دا ویډیو تکمیل شول بیا به نیکست سیکشن ته ځئ. ما اسکیپ میکنم که ویډیو تکمیل شود. خب از این قسمت وقتی که ویدیو تکمیل شود در اخیر باز بعد از تکمیل کردن هر ویدیو از شما سوالات میکنند، یک امتحان. این قسمت رو ما یک بخش انتخاب میکنم که سوال کرده فعلا اگر نادرست پرسه اینجا باز علامه کراس به شما نشان میدهد. این سوال که از جوابش درست است کانتینیو کلیک میکنم.
همین قسم شما سوالات انتخاب میکنین، 4 جواب می باشد. من دوباره این انتخاب میکنم، کانتینیو کلیک میکنم، بعدن دیگه سوال کرده این انتخاب میکنم، بعدن کانتینیو. در ټول سوالونه به تاسو سیکشنونه به انتخابوي تر څو د امتحان سوالونو پروسه تکمیل شي. بیا په کانتینیو باندې کلیک کوم. په دې برخه کې دوم انتخاب کو، لازم کانتینیو باندې کلیک کوم چې دا سیکشن هم تکمیل شي. وګورئ فی الحال دا برخه تکمیل شله. وقتی که این کورس دوریشن که بود دوستا کام بود، یعنی 1 ساعت و چند دقیقه تکمیل شد. کورس می باشد تا فکر است که تقریبا تا 5 ساعت، 1 روز 2 روز شما وقت دارین کور تکمیل کنین مشخص. بعدن که امتحان به شکل درست پاس کردین ببینین یعنی 3 سوال ما درست بود، 2 دونه نادرست. دیگه قسمت باز فاینت یا نمرات شما جمع میشه. یعنی مثلا سرتیفیکیت که است بر ما اویلیبل می باشد. ایرا کلیک میکنم. اینجا کلیک کردین با سرتیفیکیت، یعنی بعد از تکمیل کردن او امتحان وقتی که نمرات شما فاینت شما خوب بود، بس شما اونجا یک مسیج میاد که فعلا شما میتونید که سرتیفیکیت خود را دانلود کنید. ما باز کلیک میکنم، اینجا با کانتینیو کلیک میکنم. په دې برخه باندې کلیک کوم. دا اعلان یو ایډز نه دوباره دا تکمیل کیږي. ایرم کانسل کلیک میکنم. بعدن ببینید دوستان قسمت بر ما گفته که سرتیفیکیت شما فعلا اویلیبل است، میتونید که به ایمیل ادرس خودتون ارسال کنید. من اینجا سند تو می ایمیل اینجا کلیک میکنم، با او کدام ایمیل که شما اول رجیستر شدین با او ایمیل ادرس شما مستقیما سرتیفیکیت ارسال میشود. من سند کلیک میکنم، بعدن کانتینیو کلیک میکنم. اینجا بالا گفته در قسمت متوجه باشین که نام شما درست باشد، که در قسمت سرتیفیکیت باز به حیث سیگنیچر یا امضا هم نام شما اونجا نشان میدهد. اگر نام شما درست باشد اینجا اینجا کلیک کنین دوستا، متقیما با کانتینیو کلیک کنین اگر درست باشه. بعد اگر تغییرات میارین به مشخصات خودتون. من کانتینیو کلیک میکنم. فعلا سرتیفیکیت ما جنریت میشود یا با ایمیل ادرس ما ارسال میشود. ببینید دوستا اینجا برای ما یک نوتیفیکیشن داد که سرتیفیکیت با ایمیل ادرس مشخص ارسال شد. میتونین اینجا از این طریق با واتساپ یا از طریق کدام دیگه اپلیکیشن هم ارسال کنین. یعنی این قسمت اگر کلیک کنین دوستا، این قسمت کلیک کنین میتونید که به واتساپ هم این سرتیفیکیت خود ارسال نماید. اینجا ما فعلا میرم ایمیل ادرس خود چک میکنم که یا سرتیفیکیت بر ما ارسال شده یا خیر. اینجا به ایمیل ادرس ما از طرف این اپلیکیشن ایمیل ارسال شده. من را باز میکنم، دانلود مای سرتیفیکیت دازو دانلود کوم. میتونید که هم به شکل PNG یعنی عکس دانلود کنید و هم به شکل PDF. اینجا کلیک کنید دوستان، سرتیفیکیت شما دانلود میشود. کله چې په دغه برخه کې تاسو کلیک کړئ تاسو سرتیفیکیت به دانلود کیږي. زه راځم په PNG شکل باندې دا کلیک کوم. خب سرتیفیکیت دانلود شد دوستان. ایرا ما اوپن کلیک میکنم. و این هم سرتیفیکیت. کورس‌های مختلف هستند، بخش‌های مختلف داره. بسیاری کورس‌های فوق‌العاده در رشته‌های مختلف، کامپیوتر ساینس، اقتصاد، بخش‌های طبی و غیره، پروفشنال کورسز ادرس، یعنی هر بخش که شما می‌خواین گرافیک دیزاین در این پلتفرم شامل میباشد. بسیار با راحتی میتونید که او را تعقیب کنین. البته به شکل ویدیو به شما راهنمایی شده. در قسمت ثبت نام اگر کدام مشکل سوال دارین میشه اما بخشی که سوال داشته باشین اسکرین شات در گروپ ها شریک کنین، ان شاء الله به شما فاسخ داده می شود. نو دوستانو دا ودی کارسا اپلیکیشن دی آنلاین کورسونو د ثبت نام طریقه او د سرتیفیکیټ ترلاسه کولو طریقه تاسو ته مو وښودله. ښه چارې بریالي اوسئ.